عزیز، سارا هستم و من بسیار خوشحال هستم که با یک ویدیوی جدید دوباره در خدمت شما هستم. امیدوار هستم که تا آخری ویدیو با ما باشین و این ویدیو یک ویدیوی مفید و جالب براتون باشه. میخوایم که از کامنت های بسیار زیبا و با محبت شما سپاسگزاری کنم. کامنت های زیبای شما دوستای عزیز بسیار سازنده هستن، مرا کمک میکنن، انرژی مثبت برای من میتن که من دوباره وقت بگذارم برای شما و کوشش کنم که بهترین ویدیوهای آموزشی رو بر شما تهیه بکنم. امیدوار هستم که لایک، سابسکرایب و شیر فراموشتان نشه دوستای عزیز. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ زیبا از نظیر جان خارا می باشه. دوستای عزیز، همونطوری که ما در ویدیو 148 تشریح دادیم که یک پکیج از آهنگ ها را جور میکنیم که در یک اسکیل یا راک و در یک ریتم خوانده شده باشن که ما تقریبا 14-15 آهنگ در می پکیج ما شامل کردیم که اینا را در ویدیوهای 148، 149، 151، 153، 154، 155 و امروز 156 در خدمت شما تهیه میکنم. البته ما در ویدیو 155 گفتم که پکیج ما تمام شد، دیگه ما استاپ میکنیم، اما ما این آهنگ که شنیدم و این به یادم آمد بسیار از یک طرف بسیار زیباست، از یک طرف دیگه در دل مردم میشینه و دومی که بسیار زیاد به می پکیج ما میخوانه. یعنی من خواستم که شامل این پکیج بکنم. ببخشید دوستای عزیز که اینم اینجا یک چیز اکسترا آمد و این بسیار جالب است دوستای عزیز. دمو عین نوت ها است، یعنی نوت های راگ بهروی و ریتمش هم مغولی است دوستای عزیز. البته بسیار آهنگ هستن که در راگ یا دمی اسکیل جور شدن و عین ریتم دارن، اما ما آهنگایی که بسیار زیاد مشهور هستن و بسیار زیاد زیبا هستن و در دل مردم جای دارن و اینا را خواستم که دمی پکیج جای برشان تهیه کنم و اینا را شامل از این پکیج بسازم که این آهنگ زیبا را میریم دوستای عزیز یک جای کار میکنیم. امیدوار هستم که اگر نظیر جان خارا صدای من میشنون، اگر ما غلطی کرده باشم در آهنگ به بزرگواری خودشان مرا ببخشن و ما بسیار معذرت میخوایم که بدون اجازهشان آهنگشان گرفتیم سرش کار میکنم و ما میخوایم که این آهنگ ها فراموش نشن. این آهنگ های بسیار زیبا هستن، البته در شامل تاریخ موسیقی افغانستان هستن و من اینا رو بسیار دوست دارم و میخوایم که سرشان کار کنم. و پیش از شما هم دوستای عزیز بسیار زیاد معذرت میخوایم اگر شما کم بودی دیدین در این آهنگ، مرا به بزرگواری خودتان لطفاً ببخشین. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. دوستای عزیز، ما طبق عادت میخوایم که از تمام شما و بخصوص از دوستای ما که ممبرشپ خریدن از این کانال ازشان یک جهان سپاسگزاری کنم. اونا کانال مادی سپورت میکنن و این باعث از این میشه که ما ویدیوهای بهتر و خوبتر در اختیار شما بگذارم و چانس زیر داشته باشیم که ویدیوها رو در اختیار شما بگذارم. اگر کسایی هستن که میخواین این کانال سپورت مادی بکنن، اینا میتونن که در درس های آنلاین ما اشتراک بکنن که روزهای یک شنبه است ساعت 4 تا 5 دیگر با وقت اروپای غربی ما درس آنلاین دارم و دوستای ما میتونن اگر ممبرشپ سطح 3 ما بخرن شامل درس های ما شون. شامل درس های ما وقتی که میشن ما امرایشان شخصی و فردی کار میکنیم. بسیار جالب از دوستای عزیز، لطفا شما مراجعه بکنین و با شما میبینین که چقدر شما میتونین که رشد کنین با درس های آنلاین ما. دوستای عزیز میریم و یک جای آهنگ شروع میکنیم. خب آهنگ از امی گفتم که در اسکیل فریجین یا نوتای راگ بهروی هسته و البته ما دیدم که نظیر جان خارا امو آهنگایش که زیاد مشهور هستن، یعنی اکثر آهنگایشان دمی نوتای راگ بهروی یا فریجین اسکیل جور شده و من از خاطر فکر کردم که بسیار زیاد ضرور است که من چند آهنگ از نظیر جان خارا را داخلی پکیج خود بانم، چون که زیادتر آهنگای از اینا در امی راگ جور شده. خب ما از اف میخوانم دوستای عزیز و اگر ما از اف بخوانیم اسکیل ما چی رقم است؟ اگر ما از اف بخوانیم
البته در این آهنگ اردو ری استفاده شده که باز ما او را چند لحظه بعد میبینیم که چی رقم استفاده شده. و آهنگ از یک آلاب شروع میشه دوستای عزیز. آهنگ اصلا از نیمی کورد شروع میشه، یعنی F ماینر کورد، البته رود کورد، و از آلاب شروع میشه که آلاب از پا شروع میشه. امو کاکندگار من چطورم شود، شوریدگیم شهره ایام شود، میرم به زیارت سخی بهر دعا، بیقراری های دل مارم شود، بیقراری های دل مارم شود. غمم اگر شد گر سر، ما ری شده در اینجا استفاده کردیم. خب امرا یک انگشت امو کاکندگار من چطورم شود، شوریدگیم شهره ایام شود، میرم به زیارت سخی بهر دعا، بیقراری های دل مارم شود، بیقراری های دل مارم شود. جگرم جگرم تو نداری خبرم، دیگه ندارم ارمان اگر تو آیی ببرم، دیگه ندارم ارمان اگر تو آیی ببرم. جگرم 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 تو نداری خبرم، دیگه ندارم ارمان اگر تو آیی ببرم، دیگه ندارم ارمان اگر تو آیی ببرم. جگرم جگرم. دوستای عزیز، در تمام آهنگ اینمی تکرار شده، یعنی انتره و آستایی نمی کلش نمی یک رقم است. میلودی که در اینجا استفاده میشه، البته انترو و انترلودش یک رقم است. خب اینجا ما این کورد که گرفتیم، این سی شارپ میجر کورد بود کی رقمی. سی شارپ میجر، اف ماینر کورد. دوستای عزیز، یک قسمتی از موسیقی که در بین می آهنگ نواخته میشه، وقتی که میگیم بیقراری های دل مارم شود، بیقراری های دل مارم شود، یعنی بسیار تیز کار میکنین. این نوتا رو بسیار تیزی تمرین زیاد کار داره دوستای عزیز. ما هم آهنگ بسیار امروز آهنگ سرش کار کردم امروز، یعنی من شنیده بودمش اما هیچ وقت نخوانده بودم، کار نکرده بودم. یعنی
من خودم تمرین کار دارم، قسمت بسیار تیز باید از کار شود. اینمی تمام آهنگ از دوستای عزیز میریم و ایره در مغولی با هر تمپویی که خود شما دوست دارین ایره میخوانین. جگرم تو نداری خبرم دیگه ندارم ارمان اگر توی ببرم دیگه ندارم ارمان اگر توی ببرم جگرم تو نداری خبرم جگرم تو نداری خبرم دیگه ندارم ارمان اگر توی ببرم دیگه ندارم ارمان اگر توی ببرم جگرم تو نداری خبرم جگرم تو نداری خبرم جگرم تو نداری خبر